خب من موسی که زدم به موهاشون و بعد فوم ضد حرارت رو زدم. حالا میخوام موهاشون رو خشک کنم. دقت داشته باشین موهایی که خانمایی که میخوان حجم موهاشون زیادتر بشه و براشینگ با دوام و بهتری داشته باشن، مخصوصا ریشه موهاشون خیلی حجم دار باشه، باید به این شکل موهاشون رو خشک کنن. من حالا زمانی که دارم سشوار میکشم، چون صدای سشوار شاید متوجه نشید، ولی قبلش توضیحاتش رو بهتون میدم که بعد شما انجام میدم ببینید. که دیدین من نصف موها رو خشک کردم و چه حالتی خشک کردم رو با دستتون فقط ریشه مو رو بگیرین بالا و سشوار رو به این شکل بگیرین که فقط ریشه مو به سمت بالا خشک بشه. به این حالت اصلا مو رو برس نکشین رو به پایین، حتما رو به بالا باشه که حجم ریشه مو بیشتر باشه. توضیح اینجا بدم برای پشت سر هم به همین شکل. شما دستتون رو که میزنین بین موها، هم یه حالتی با دستتون مو رو شونه میکنین، هم باعث میشین که ریشه مو چون مواد خورده و موز خورده حجم دارتر باید میسته و ریشه رو به بالا باید میسته. من تقریبا تمام مو رو خشک کردم و مو دیگه رطوبت خاصی نداره، مخصوصا روی ریشه مو، و همینجوری که میبینین یک حجم خوب گرفت ریشه ها و من الان آماده است اینو برای اینکه کارو شروع کنیم. قبل از اون که تقسیم بندی کنیم و سشوارمون رو شروع کنیم، برای بیبی هیرها و موهای کوچیکی که کنار صورت هست میخوام از این پیچ استفاده کنم، از بوریس پیچ اولیویا گاردن. این اگر توی دقت کرده باشین توی استوریا گذاشتم این برندو و راجع بهش خیلی صحبت کردم. این مخصوص موهای لخته و موهایی که میخوام حجم دار بشه، مخصوصا ریشه مو. پس با استفاده از این مو پیچ اول میام بیبی هیرهای اطراف مو رو کاملا سشوار میکشم، بعد تقسیم بندی میکنم و براشینگمون رو شروع میکنیم. حالا یه توضیح بدم که اصلا به چه شکلی باید این کار رو انجام بدین، چون صدای سشوار رو شاید متوجه نشید. اولین کاری که میکنید مو پیچ رو میزنید روی ریشه مو و یه کوچولو هول میدید و میچرخونید. وقتی که موهای کوچیک و بیبی هیر داخل مو پیچ قرار گرفت، خیلی آروم میکشیم به سمت بالا و باد سشوار به شکل ضربه‌ای که نیش میزنه مو رو، همچین حالتی ضربه میزنیم که فقط در لحظه مو گرم شه. تقریبا تمام ریشه مو رو من بیبی هیرها رو با موی خودشون سشوار کشیدم و یه حجم خوب موها گرفت و آماده میشه برای تقسیم بندی و سشوار. تقسیم بندی کنیم و کارمون رو شروع کنیم، من اول جلوی موی مرجانجون رو جداگانه سشوار میکشم، میپیچم و که حجم بیشتری بگیره و تا زمانی که کار تموم میشه جلوی مو معمولا دوستان حالت بیشتری داشته باشه، حالت بیشتری پیدا یعنی داره و دوام بیشتری. این ویدیو چسبی خیلی ابزار خوبیه برای اینکه بتونید استفاده کنید، هم توی سالن و هم برای مشتریاتون خیلی کمک می‌کنه حجم بیشتر بشه. حالا من جلوی مو رو با دایسون ایرانی دایسون کار کردم، ولی برای بقیه مو با سشوار معمولی انجام میدم که شما توی خونه توی سالن بتونید ازش استفاده کنید.
تقسیم بندی رو بهتون بگم. اول همونطور که می‌بینید این خشکه، اصلا خیس نیست. من موی خیس رو بهتون پیشنهاد نمیدم که هیچ وقت سشوار کنیم. موی خیس وقتی سشوار میشه واقعا باعث آسیبمون میشه. رو یه پیچ کوچیک بدیم به سمت بالا که حجم مو گرفته نشه. و حالا پشت سر من این مدلی سشوار میکشم، خیلی هم راحت میکنه. هم کارمو هم اگه بخوام رول کنم رو خیلی باهاش راحت‌تر میتونم کار انجام بدم. اولی مربع بین مو بعد این قسمت مو حالا رسیدیم برای براشینگ مو. من از موپیچ و سشوار استفاده میکنم. همونطور که میبینین داریسون و اولیور گاردن پایه ثابت تمام کارهای منه، ولی شما اگه این برند نداشتید با یک سشوار و موپیچ معمولی هم میتونید این کار رو انجام بدین. مهم اینه که شما درست این کار رو انجام بدین. اولین کاری که باید انجام بدین یه تقسیم بندی درسته برای ما. اگه تقسیم بندیتون درست باشه همزمان با براشینگتون وقتی که یه قسمت تمام میشه قسمت بعد رو میخواین شروع کنید، با باز کردن اون گیره همون قسمت آزاد میشه و میتونین همون قسمت رو براشینگ کنین بدونی که به بقیه قسمت ها باد سشوار گرفته بشه یا اذیتتون کنه یا توی رول کردن یا کرلی کردن مو مزاحم کارتون بشه. حالا بعد از اون که تقسیم بندیتون رو انجام بدین از پشت گردن شروع میکنید. شروع کنیم از پشت سر. اولین کاری که میکنیم اینه که ریشه مو رو هم حجم بدیم هم لخترش کنیم. پس از ریشه شروع میکنیم و بعد کم کم ساقه و بعد انتهای مو. توی فیلم هم دیدین، من چون صدای سشوار نمیتونم توضیح بدم همزمان با سشوار کشیدن، یک بار دیگه بدون اینکه سشوار رو روشن کنم فقط حالت براشینگ رو بهتون میگم. اولین کاری که میکنیم اون قسمتی که من اندازه مویی که میخوایم برمیداریم، مو پیچو میذاریم زیر ریشه مو به این حالت. کامل قفلش نمیکنیم چون اگه اینو کامل قفل کنیم گره میخوره و باعث میشه که مو کشیده بشه. یک کم فقط توی دستتون اینو میچرخونین و بعد شروع میکنین همزمان توی یک زاویه 90 درجه سشوار کردن. چون اگر شما دستتون رو به پایین خیلی بگیرین خوابه، یعنی باعث میشین که حجم ریشه مو کم شه. پس باید دستتون به سمت بالا باشه و زاویه 90 درجه که باعث شه مو حجم دارتر بشه و سشوار بهتری بشه. این اندازه صاف شدن و این اندازه حجم دار شدن مو کافیه، چون ما بعد میخوایم مو رو حالت رول کنیم و کرلی کنیم. این اندازه کافیه. اگر مشتری شما مدل لخت‌تر بخواد، یعنی بخواد مو کاملا لخت باشه و صاف باشه، مسلما شما برای انتهای مو باید مقدار بیشتری براشینگ بکشین، ولی برای مدلی که من میخوام انجام بدم همینقدر کافیه. کافیه برای مدلی که من میخوام صاف کنم. و همونطور که دیدین تو ریشه رو من یه کوچولو لخت کردم و تو زاویه 90 درجه که حجم دارتر شد. بعد مرز بین دو تا قسمت مو رو گرفتم و مو رو در حدی لخت کردم و صاف کردم که آماده باشه برای کرلی شدن. همونطور که می‌بینید قسمت وسط مو رو اول جدا کردم و این قسمت هم
سشوار کردم همونطور که دیدین زاویه 90 و یه کوچولو ساقه های مو. و همین شکل تمام مو رو سشوار میکشم. حدود تمام میتونم بگم 50% مو رو صاف در میکنم. همونطور که دیدین من یک سشوار خیلی ساده دارم انجام میدم برای موی کوتاه و حجم مو رو فقط دارم بیشتر میکنم. مو رو اصلا لخت خیلی زیاد نمیکنم چون حجم مو رو لازم دارم و میخوام مو رو بعد کردی کنم. اگر مشتری من موی لخت‌تر و صافتر بخواد مسلما من تعداد بیشتر و دفعات بیشتری این کار رو انجام میدم. فقط یه چیزی حواستون باشه، این نکته یادتونه که زمانی که راجع به براش توضیح میدادم خیلی تاکید کردم که براشتون حتما یه گیره جدا کننده داشته باشه، چون این گیره جدا کننده همونطور که می‌بینید بین کار خیلی کمک میکنه که شما قسمت‌هایی که خط افتاده بین دو تا مو رو به هم وصل کنید و سشوارتون یک دسته رو تمیزتر انجام بدید. یه نکته بهتون بگم، زمانی که روی سر میخواین سشوار کنید همه خانم‌ها حجم روی مو رو خیلی دوست دارن. بعد از اینکه براشینگتون تموم شد این مو پیچ رو بذارید زیر مو، یه پیچ کوچیک بدین مو پیچ گیر کنه و به این شکل باد سشوار رو چند لحظه نگه دارید. این کمک میکنه که ریشه خیلی حجم دارتر. که میرسیم اگه دقت کنیم من دستمو به سمت بالا میگیرم. چرا؟ چون هم نمیخوام باد سشوار حجم و بقیه مو رو خراب کنم، همین که دوست دارم این قسمت خیلی حجم دارتر باشه. برای من کافیه. من پایین مو رو خیلی لخت نمی کنم چون میخوام برای فرم کردن مو ازش استفاده کنم، یعنی از حجم و یکم بزداشتن پایین موها میخوام استفاده کنم. برای بغل صورت من به این شکل تقسیم بندی کرده بودم از مرکز سر تا گوش به صورت عمود، اما زمانی که میخوام براشینگ کنم از 8 ابرو یه خط اوریب به سمت مرکز سر جدا کردم و اینو به این شکل براشینگ میکنم چون کنار گوش و بغل صورت رو خیلی خوشحالت‌تر میکنه. دستم به این شکل اوریب گرفتم و همونطور که دیدین از ریشه به سمت زاویه 90 درجه و از زیر یه پیچ کوچیک و یه هول و یه پوش و بعد زاویه رو لخت کردم. مرجانچون یک کلیه خوشگل هم با دایسون بزنیم.
کردیم. بعد با ایراد دایسون یه فر کوچیک به موها دادم و جلوی مو رو میخوام باز کنم. اینجا دیگه نیاز به فر کردن نداره چون خودش حجم داره. جلو تو چجوری میزنی بیشتر تو فرق کجی؟ اوه چیکار کنم هم حجم بود. همونطور که می‌بینید خیلی پرحجم و می‌استفادیم اگه درست و اصولی فشار کنیم و هر اندازه که شما بخواید می‌تونید با این حجم مخصوصا وقتی که بخواید شینان کنیم رو حالت خوب نوبتی هم که باشه نوبت روغن گیسوئه که پای تمام فشار ماست. چند قطره روغن می‌ریزیم. و در آخر هم پرفیوم گیسو. پس چند تا نکته رو بهتون بگم، دوباره تکرار میکنم در آخر ویدیو. موهایی که حجم کمی دارن و شما دوست دارین که فر یعنی حجم دارتر سشوار بشن و یک انتهای موی فر خیلی کوچیک داشته باشه، حتما قبل از اینکه سشوار رو شروع کنین اول موس بزنین که حجم مو بیشتر بشه و حتما از اسپری محافظت کننده استفاده کنین که ساقه مو در اثر براشینگ کردن مشکلی براش به وجود نیاد و حتما و بعد از اینکه کارتون تموم شد از یک روغن و یک سرم خیلی خوب استفاده کنیم برای موها که هم دوام سشوار شما خیلی خوب بشه هم مو شایانی بشه. ما که اینجا زندگی می‌کنیم اینجا آب و هوا رطوبتش زیاده، به محضی که سشوار می‌کشیم میریم بیرون وز می‌کنه یا حالت بدی پیدا می‌کنه، ولی وقتی که یه ذره سرم یا روغن مو استفاده کنیم بعدش دیگه این مشکل براتون به وجود نمیاد. مرسی مرجان جون که با من همراهی کردید.